سلام دوستان، ببخشید یه مدت نبودیم. خیلی سر دستم خیلی شلوغه. معمولا وقتی که گوشی های زیادی به مراجعه میکنن تایم کاریم کم میشه و نمیتونم که بیشتر به فضای مجازی برسم. همینطور که میبینید گوشی های زیادی هستن که فقط امروز 5 تا گوشی پوکو X3 دارم با مشکل خاموشی. دوستان ببینید این الان دست خورده است. ببینید هیچ کدوم هنوز دست نزدن. این دست خورده است دوستان. همه قطعات رو دست زدن، حتی اومدن چسب کتاب زدن رو قطعات. می‌خواست فکر کردن مشکل خاموشی از قطعات دیگه است، مدار آنتن رو ریبال کردن، آیسی تغذیه ریبال کردن. ولی دوستان خاموشی پوکو X3 همونطوری که بهتون گفتم ایراد از سی پی یو. دوستان لطفاً دست نزنید. اولویت کاری ما هم همیشه با گوشی‌های مثل این که دست نخورده است. یعنی ما اول گوشی‌هایی که دست نخورده است سی پی یوشون رو مشکل رو برطرف می‌کنیم و بعد می‌ریم روی گوشی‌های دست خورده‌ای مثل این چند تا رو باز کردم واسه نمونه که فقط بهتون نشون بدم. ببینید دوستان این دست خورده است، این دو تا دست نخورده است. پس ما اول گوشی‌های دست نخورده رو سی پی یو رو ریبال می‌کنیم و وقتی که تایم اضافه آوردیم می‌ریم سراغ بقیه گوشی. این دو تا رو هنوز باز نکردم. خب دوستان این از گوشی پوکو X3، یکی از گوشی‌های پوکو X3 که مشکل سی پی یو داشت. من آیسی رم، سی پی یو و هارد و ستا رو همیشه با هم ریبال میکنم که کار خطا نداشته باشه و برگشت نخوره. خب بریم بزنیم گوشی و تحویل مشتری بدیم. خب اینم یکی دیگه از گوشی‌های پوکو X3. این یکی هم شابلون کردم و آماده نصبه. بریم نصب کنیم ببینیم چطور میشه. خب بچه این از گوشی پوکو X3. گوشی روشن شد. مشکل گوشی همونطوری که بهتون گفتم. ببینید گفتم اولویت با گوشی‌های دست نخورده است. خب بچه ببینید گوشی سی پی یو، آیسی رم و هارد ریوال شد و مشکل گوشی کاملا برطرف شد.